چی داری؟ بزنمت. بیا برو بش. چی کارت دارم؟ مگه به خاطر من زندگی نمی کنی؟ مگه به خاطر من نفس نمی‌کشی؟ پس به خاطر من نکن. ببین مادرها زحمت میکشن یکی رو یه بچه رو به دنیا بیارن، تحویل بدن که یکی که بغلش باشه یا یه کاری کنه از خودش دفاع کنه. یه ضرب المثلی میگفت تو یه ضرب المثلی بی خر آدم رو بوس کنه، بوس و خر یه بوس کنه. خودت هم بعدم میفهمی. نننجانی کن. محکوم عاشقی بی من داره چشم